فروختن یک مسلمان به کفار این موالات اکبر به کفار است، کفر اکبر است، نبودن براءت است. بعضی ها به خاطر پول مال، بعضی ها به خاطر مبلغ و غیر این عمل میکنن، لیکن همش کفر اکبر است. مسلمان فروشی نکنید ای مردم. ما در این سالهای گذشته یک چند انسان ها را دیدیم که دعوای مسلمانی میکنند، اما از پیش خودشون صدها مسلمان، صدها جوان مسلمان، صدها خواهرای حجاب پوش را برده میفروشند. اعوذ بالله. میگن که فلان فلان در فلان جا است، عقیدش فلان است، و برعکس باز با علاوه میکنن، چیزهای دروغ با علاوه میکنن. اینها کفارند، مشرکینند، خیانتکارانند، جاسوسانند. خیلی که شیخ سلیمان العلوان میگوید هر کسی که یک مسلمان را میبرد و به کفار و مشرکین و طاغوت ها میفروشد، در حالتی که میداند که این طاغوت ها مسلمان قپند، اذیت میتیند، میزنند، میکوبند، بریده ها میبرند،